با هم امروز 10 زن خونخوار تاریخ رو بررسی میکنیم. میرا هلندی به همراه شوهر خود برادی ایان در نیمه دوم سال 1960 میلادی در جنایت‌های کشتار المور در شهر منچستر انگلستان دست داشتند. آنها 3 کودک زیر 12 سال و 2 نوجوان 16 و 17 ساله را بوده و بعد از آزار و اذیت جنسی به قتل رساندند. هنری در سال 1942 میلادی متولد شد و در سال 2002 نیز فوت کرد. در رتبه دوم ما ماری یکم یا ماری تویدور از 15 ژانویه 1553 تا پایان عمر ملکه انگلستان و ایرلند بود. ملکه ماری بسیاری از شخصیت‌های برجسته مخالف خود را اعدام کرد. این زن به ماری خونریز ملقب بود. حدود 800 شخصیت از دست ماری به خارج از کشور فرار کردند. ماری در سال 1516 متولد شد و در سال 1558 نیز از دنیا رفت. بیل گینس وی یکی از بی‌رحم‌ترین خونخوارترین قاتلان سریالی آمریکا و قدش 1 متر و 83 سانت و وزنش 91 کیلوگرم بود. از زنان بسیار قدرتمند به شمار میرفت که استیل نروژی داشت. وی دومین همسر خود، 2 دختر لوسی و مرته و همچنین دوستان 2 دخترش را به طرز فجیعی کشت. انگیزه وی از کشتن آنها تمام بود و به هدف گرفتن بیمه عمر و دستیابی به اموال اقدام به این کار کرد. بیشترین گزارش‌ها از کشتن بیش از 20 تن توسط این زن خونخوار حکایت دارد. وی در سال 1859 متولد شد و در سال 1931 میلادی فوت کرد. ماری آن این زن انگلیسی که یکی از سرشناس‌ترین قاتلین سریالی کشور انگلستان است که بنابر گزارش‌های رسیده تا 21 نفر را به قتل رسانده است. وی در 20 سالگی ازدواج کرد، 3 همسر، معشوقه خود و 10 فرزند و مادرش را با سم آرستیگ مسموم کرد. ماری در سال 1832 متولد شد و در سال 1873 میلادی نیز اعدام شد. السی کوخ یکی از قاتلان حرفه‌ای بود که پس از کشتن قربانیان خود اقدام به نوشتن خاطره قتل آنها میکرد. وی با کمک همسر خود کارل کوخ قربانیان خود را مست میکرد، سپس آنها را میکشت. در سال 1906 میلادی متولد شد و در سال 1967 میلادی خود را به دار آویخت. گریسی یکی از خانواده‌های نازی بود. در ابتدا نگهبان یکی از پادگان‌های زنانه بود، سپس به عنوان مسئول یکی از زندان‌ها انتخاب شد. وی پیش از کشتن قربانیان خود به شیوه‌های نظیر شلیک گلوله، سگ‌های هارتازیانه همراه با تجاوز جنسی و خفگی در اتاق گاز اقدام به کشتن آنها می‌کرد. گریسی همچنین به پوشیدن کفش‌ها و چکمه‌های سنگین مشهور بود و همیشه 7 تیر در دست داشت. وی در سال 1923 متولد شد و در سال 1945 میلادی فوت کرد. کاترین نایت اولین زن استرالیایی است مجازاتش به حبس ابد بدون امکان آزادی میرسد. وی 2 نفر را که با او رابطه داشتند به طرز بسیار فجیعی به قتل رساند. به طوری پوستی که از آنها را کند و از سقف اتاق نشیمن جسد او را آویزان کرد. این زن در سال 1956 متولد شد و همچنان زنده است و در زندان به سر میبرد. الیزابت باتوری وی یکی از مشهورترین قاتلان سریالی تاریخ مجارستان به شمار می رود. گفته می شود او صدها نفر را در طول 25 سال کشته است. بیشتر قربانیانش زن بودند. وی پس از شکنجه قربانیان را به قتل می رساند. با استفاده از سوزاندن و کباب کردن دستهای شکنجه می کرد. بر اثر وضعیت اجتماعی در دادگاه حاضر نشد، اما در اتاق نگهداری شد تا اینکه مرد. در سال 1614 متولد شد و در سال 1660 نیز فوت کرد. رولی آلتید او یکی از قاتلان مشهور بریتانیا است. آلتید پرستار کودکان است. 4 کودک را کشته و 5 کودک دیگر را به طرز فجیعی شکنجه داده است. وی به فرشته مرگ ملقب است. در سال 1968 متولد شد.
ایزابلا ملکه کاستیل اسپانیا به نام تابع کریستوف کلمز شناخته می شود. وی بسیار از یهودیان و مسلمانان را مجبور کرد که دین خود در اسپانیا تغییر دهند. حدود 200,000 نفر به خاطر اقدامات وی از اسپانیا مهاجرت کردند. ایزابلا و همسرش تمامی مسلمانان و یهودان را به عنوان برده فروختند تا هزینه سفر کریستوف کلمز را مهیا سازند. کلیسای کاتولیک در سال 1974 لقب بنده پاک خداوند را به ایزابلا اعطا نمود. وی در سال 1451 متولد شد و در سال 1504 نیز فوت کرد.